موضوع امروزه از حیات یکی از شخصیت های هست که از پی دریافت حق بسیار تلاش ورزیده است. این شخص سلمان فارس است. سلمان میگوید من جوان اسبتاز از اهل اصفهان بودم. از قریه‌ای که به نام جیان معروف بود در همانجا زندگی میکردم. پدرم از رؤسای دهقانان یعنی از سرداران دهقانان بود و مرد ثروتمند و صاحب جا و مقام بود. از وقتی که خداوند مرا آفرید پدرم مرا خیلی زیاد دوست داشت و به من توجه و عنایت بیش از حد داشت و این محبت وی با گذشت هر روز در وی افزوده می شد تا جایی که مرا از بیرون شدن از خانه به مثل دختران نورس باز می داشت. من مدتی زمانی را در آتش پرستی سپری کردم و تا اندازه در این باره مورد احترام مردم قرار گرفتم که حتی مسئولیت امور آتش پرستی را به من واگذاشتند و امر افروختن آتش را بر عهده من گذاشتند و شب و روز آتش لحظه خاموشی نداشت. پدرم مرد زمینداری بزرگی بود و از این راه غله زیاد نصیبش می شد و خودش شخصاً بر زمینهایش سرپرستی می نمود و غله آن را جمع آوری می کرد. سلمان می گوید در یکی از روزها برای وی کار پیش آمد، یعنی برای پدرش، و نتوانست که به قریه برود و گفت سلمان فرزندم امروز برای من کار پیدا شده است و من نمی توانم که بر سر زمین هایم رسیدگی کنم. تو امروز به جای من برو و کار آن زمین ها را سرپرستی کن. من به قصد زمین های پدرم بیرون شدم و در اثنایی که به سوی زمین های پدرم روانه بودم چشمم به کنیسه افتاد، یعنی کنیسه همون جایی که مسیحیان عبادت می کردن و صدایشان بر گوشم رسید و این کار آنها توجهم را به خود جلب نمود. من قبل از این از دین نصرانیت و از دینهای دیگر هیچ چیزی نمی دانستم، چون پدرم مرا مدت زیاد در خانه مثل حبس نگاه داشت و از مردم که دور بودم چیزی را نمی دانستم و از یگان دین خبری نداشتم. سلمان میگوید وقتی با دقت به آنها نگاه کردم عبادتشان مرا خوش آمد و در من رغبت و میل به دینشان پیدا شد و با خود گفتم قسم به خدا این دین از آیین ما بهتر است. من از آنها جدا نشدم تا اینکه آفتاب نشست. در آن روز به زمینهای پدرم نرفتم. بعد من از آن مسیحیان پرسیدم اصل این دین در کجا است؟ گفتند در سرزمین شام. وقت شب فرا رسید به خانه برگشتم و پدرم با من روبرو شد و از چگونه کار کردنم در زمین ها پرسید. گفتم پدر، مرا گذر به مردمان افتاد که در کنیسه عبادت می کردند و دین و آیینشان مورد پسندم واقع شد و تا وقتی که آفتاب غروب کرد با آنها در آنجا بودم. سلمان میگوید پدرم از شنیدن این حرف بسیار ناراحت شد و گفت فرزندم در دین آنها خیری نیست. دین تو و دین باباهایت از دین آنها بهتر است. سلمان میگوید نه، هرگز، قسم به خدا دین آنها از دین ما بهتر است. پدرم از این حرف من سخت ترسید و از آن بیم نمود که از دین خود برمیگردم و از این رو مرا در خانه حبس کرد و یک زنجیر در پایم نمود. وقتی برایم فرصت میسر گشت خبر به همان مسیحیان فرستادم و با آنها گفتم که اگر کدام قافله نزد شما بیاید که به سوی سرزمین شام قصد سفر داشته باشد به من خبر دهید.
میگوید دیری نگذشت که قافله بر آنها آمد که قصد سرزمین شام را داشتند. به من از آنها خبر دادند و با حیله توانستم که آن زنجیر را از پایم دور کنم و پنهانی از خانه بیرون شدم و با آن قافله یکجا شدم تا اینکه بر سرزمین شام رسیدم. و در آنجا از مردم پرسان شدم که آیا شخصی هست که از این دین و از این آیین با خبر باشد؟ مردم گفتند بله، اسقف، سرپرستی کنیسه بر عهده او است و او بسیار یک شخصی با سواد است گفتند. و سلمان میگوید نزد وی آمدم و با وی گفتم مرا بر دین نصرانیت رغبت در دل پیدا شده است و من دوستدار آنم که با تو باشم و خدمتی تو کنم و با تو عبادت خدا را انجام دهم. اسقف گفت بسیار خوب، بیا. نزد وی رفتم و خود را در خدمت وی قرار دادم. بعداً میگوید دیری نگذشت که فهمیدم که اسقف او پیروانش را به دادن صدقه و زیاد بودن ثواب آن ترغیب میکرد، یعنی دعوت میکرد و هرگاه مردم برایش یک متاع و یک مال میدادند تا آن را در راه خدا به خرج رساند، وی برای خود میاندوخت و برای فقرا و مساکین از آن چیزی نمیداد، تا آنجایی که 7 کوزه طلا برای خود جمع نمود. همین اسقف وقتی که این کاری وی را دیدم، میگوید سلمان، او را سخت بد دیدم. بعداً دیری نگذشت که وی از دنیا رفت. وقتی مسیحیان برای دفن وی جمع شدند، سلمان میگوید با آنها گفتم که این دوست شما مردی خوبی نبود. وی شما را به دادن صدقه ترغیب نمود. وقتی به او چیزی میدادید آن را برای خود میگرفت و از آن برای بینوایان و فقیران چیزی نمیداد. مسیحیان گفتند این سخن را از کجا دانستی؟ آیا دلیلی داری برای این سخنت؟ گفتم من شما را به گنجینه اش راهنمایی میکنم. گفتند بسیار خوب، به ما گنجینه وی را نشان ده. سلمان میگوید من جای گنجینه اش را نشان دادم و آن را از آن بیرون کردند که در 7 کوزه طلا و نقره جمع کردم. وقتی مسیحیان آن را دیدند گفتند قسم به خدا که وی حق دفن کردن را ندارد. بعداً وی را به صلیب آویختند و سنگسارش کردند. بعداً دیری نگذشت که مرد دیگری را به جای وی مقرر کردند و با وی هم نشین شدم. سلمان میگوید من هیچ یکی را در زهد از دنیا و علاقمندی به آخرت به مثل وی ندیده بودم. وی شب و روز را به عبادت به سر می برد. از این رو او را سخت دوست داشتم و زمانی طولانی را با وی گذرانیدم. چون وقتی مرگش فرا رسید با وی گفتم ای فلان، بعد از خود مرا با چی کسی وصیت میکنی و برایم چی امر می نمایی که بعد از تو با چی کسی باشم؟ گفت فرزندم، هیچ کس را نمی بینم که بر شیوه من روان باشد مگر فلان شخص را که در موصل است و چیزی از دین مسیح را تبدیل و تحریف نکرده است. سلمان فرزندم، با وی بپیوند. سلمان میگوید وقتی این دوستم از دنیا رفت، به شخصی که در موصل مرا به آن راهنمایی نموده بود پیوستم. وقتی به حضور وی در آمدم قصه و سرگذشت خود با وی نموده و گفتم فلان شخص در هنگام مرگش به من وصیت نمود که به تو بپیوندم و به من گفت که تنها تویی که بر دین حق باقی مانده ای و بر آن تمسک می نمایی. وی گفت نزد من اقامت کن. نزد وی اقامت نمودم، دیدم که مردی خوبی است. بعداً وی نیز دیری نگذشت که وفات یافت. وقتی چون مرگش فرا رسید با او گفتم ای بنده خدا، چنانچه میبینی قضای الهی بر سرت رسیده است و قصه و سرگذشتم نیز به تو خوب روشن است. بعد از درگذشت خود مرا با چی کسی توصیه میکنی؟ با چی کسی باشم؟ میگوید این شخص گفت ای فرزندم، قسم به خدا که هیچ کس را به مثل خود در این دیار نمیبینم مگر فلان شخص را که در نصیبین هست. نصیبین یک سرزمین در ترکیه است. با وی بپیوند. وقتی وی را به خاک دفن کردند، نزد آن دوست که در نصیبین
به من معرفی نموده بود رفتم و سرگذشت خود را با وی یکایک حکایت کردم و وصیت این دوست آخیر و ذکر را نیز با وی گفتم. به من گفت نزد من اقامت کن. نزد وی اقامت نمودم. دیدم که وی نیز مثل دوستان قبلیش انسان خوبی است. ولی این شخص هم دیری نگذشت که قضای الهی بر سر وقتش رسید. وقتی لحظه مرگش فرا رسید و با وی گفتم قصه و سرگذشتم به تو معلوم است. بعد از خود مرا به چی کسی وصیت میکنی؟ گفت ای فرزندم، قسم به خدا فکر نمی کنم که در این دیار کسی بر این شیوه باقی مانده باشد، مگر شخصی را می شناسم که در اموریه است و فلان نام دارد. با وی بپیوند. سلمان میگوید با وی پیوستم و سرگذشتم با وی حکایت نمودم. وی گفت نزد ما بمان. نزد وی اقامت کردم. این شخص مثل دوستان قبلیش انسان خوب و مردی نیکی بود. و سلمان میگوید من در نزد وی چند سرگاو و گوسفند به دست آوردم. لکن باز دیری نگذشت که این شخص نیز مثل یاران قبلیش در بستر مرگ افتاد. سلمان میگوید با او گفتم بعد از خود مرا به چی کسی وصیت میکنی؟ به چی شخصی باشم؟ گفت قسم به خدا ای فرزند، فکر نمی کنم که در روی زمین کسی مانده باشد که بر شیوهی که ما داریم خدا را عبادت کند. اما ای سلمان، زمان آن فرا رسیده است که در سرزمین عرب پیامبر مبعوث می شود که پیروی دین ابراهیم علیه السلام را می نماید و بعد به سرزمین خرمایی که در میان دو سرزمین گرم واقع شده است هجرت می کند و او را نشانه های است روشن که از هیچ یک پوشیده نمی. او مردی است که هدیه را می خورد و صدقه را تناول نمی کند و در میان دو شانه‌اش مهر نبوت است. اگر توانی که خود را به این دیار رسانی معطل نکن. بعدا میگوید این دوستم اجل را لبیک گفت و بعد از وی مدتی را در اموریه به سر بردم تا اینکه گذری جمع از تاجر عرب که از قبیله کلب بودند بر آنجا افتاد. سلمان میگوید با آنها گفتم اگر مرا با خود به دیار عرب رسانید این گاوها و گوسفندانم را به شما میدهم. عربها گفتند بله قبول داریم و چنین خواهیم کرد. من مالهایم را به آنها دادم و مرا با خود آوردند. سلمان میگوید وقتی به وادی قرا رسیدیم به من خیانت کردند این عربها و مرا به مرد یهودی فروختند. من در خدمت این مرد یهودی به سر بردم. بعداً دیری نگذشت که پسر عمکش از بنی قریظه به زیارت و دیدار وی آمد و مرا از وی خریداری نمود و با خود به یثرب یعنی به مدینه برد و درختهای خرما را که این دوستم در اموریه برایم از آن یادآور شده بود و مدینه را با صفتهایی که وی نموده بود دریافتم. همان بود که با این یهودی در این شهر اقامت نمودم. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در این وقت در مکه قوم خود را دعوت میکرد، اما من از زیادتی مشغولیت که غلامی بر دوشم گذاشته بود حرف از وی شنیده نمیتوانستم. بعداً دیری نگذشت که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به یثرب هجرت نمود. قسم به خدا که من بر سر درخت خرمای خواجه خود مشغول کار بودم و خواجه هم در زیر این درخت نشسته بود. ناگهان پسر عمکش آمد و با وی گفت خداوند بنی قیله یعنی اوس و خزرج را هلاک کند. قسم به خدا آنها همکنون در قبا به گرد مردی که از مکه آمده و مدعی نبوت است جمع شدند. همین که این حرف وی را شنیدم میگوید سلمان فکر کردم که گویا مرا تب گرفته باشد و سخت لرزیدم و در اضطراب افتادم تا آن حدی که فکر کردم بر بالای سردار خود خواهم افتاد و از این رو سعی کردم که هرچی زودتر از درخت پایین شوم و شروع به سوال از وی نمودم که چی گفتی خبرت را باز یک بار دیگر بگو. میگوید این سردارم از این سوال من سخت غضبناک شد و مرا یک مشت سخت زد
و به من گفت تو را به این خبر چی کار است؟ به کار خود برگرد. سلمان میگوید چون شام شد قدر از خورما را که جمع نموده بودم با خود گرفتم و به جای روی آوردم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آنجا بود. به حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل شدم و به آن حضرت گفتم خبر شدم که تو مردی صالح و نیک نهاد هستی و یارانت مردمان فقیر و نیازمند هستند و این مقدار خرمایی که با خود آوردم آن را برای صدقه جمع کردم و شما را نسبت به هر کسی دیگری بر این صدقه سزاوار یافتم و بعد آن را به ایشان تقدیم نمودم، یعنی به پیامبر صلی الله علیه و سلم تقدیم کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم به یاران خود گفت بخورید و خود از دست دراز کردن به آن خودداری نمود، یعنی صدقه را پیامبر صلی الله علیه و سلم نخورد. سلمان با خود گفت این یک نشانه. بعداً برگشتم و شروع به جمع کردن بعضی از خرماهای دیگر نمودم. وقتی حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم از قبا به مدینه آمد نزد وی رفتم و برایش گفتم من تو را دیدم که صدقه را نمیخوری و این هدیه است که شما را به آن تکریم یعنی اکرام نمودم. بعد از آن خورد و به یاران خود امر کرد که از آن بخورند. یعنی سلمان میگوید با خود گفتم این نشانه دومی است. بعد به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در بقیع غرقد مشغول دفن یک تن از اصحابش بود آمدم. دیدم که وی یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته است و دو چادر بر شانه دارد. بر وی سلام کردم، بعد دور خوردم تا پشت وی ببینم تا شاید بتوانم مهر نبوت را که دوستم در اموریه به من گفته بود ببینم. وقتی حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رغبتم را به دیدن پشت مبارکش در من ملاحظه نمود، چادرش را از پشت خود یعنی گرفت و مهر نبوت را من دیدم میگوید سلمان و آن را شناختم. سلمان میگوید به مجردی که آن مهر نبوت را دیدم خود را بر وی پرتافتم، یعنی بر پشت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرتافتم و آن مهر نبوت را بوسه نموده و میگریستم. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت ای مرد چی میخواهی و کی هستی تو؟ من قصه و سرگذشت خود را یکایک به پیامبر صلی الله علیه و سلم حکایت نمودم میگوید سلمان و از آن در شگفت شد پیامبر و او را خوش آمد که این داستان را به اصحابش بشنوانم و چنین نیز کردم میگوید. صحابه ها نیز از شنیدن این سرگذشت سخت در حیرت افتادند و نهایت خوشی و سرور سراپای وجودشان را فرا و همین طور سلمان فارس مسلمان شد و ایمان به الله یگانه و پیامبر صلی الله علیه و سلم آورد. سلام باد بر سلمان فارس که در هر جا و هر مکان از پی جستجوی حق روان بود. سلام باد بر سلمان فارس که روز حق را شناخت و آن را پیروی کرد و صادقانه به آن ایمان آورد. سلام باد بر وی در وقتی که از دنیا رفت. سلام باد بر وی و وقتی که دوباره زنده می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.